مقامات تندرستی ولایت سوخت با گذشت تقریبا یک سال از خروج بیماری کرونا ویروس نخستین حالتهای گرفتاری به کووید 19 در شهر و ناحیه‌های شمال کشور را نامبر کردند و گفتند بار اول در آخر ماه اپریل 7 حالت در ناحیه جبار رسولوف و 3 مورد دیگر در شهر و ناحیه‌های خوجند و باباجان غفوروف به قید گرفته شد. فرخ مقصودزاده رهبری این نهاد به سوال روزنامه‌نگاران که چرا آن وقت این خبر رسانه‌ها را تصدیق نکرد نیز شرح داد. ما علامت‌های همین بیماری بود که ما اینهای گرفته کرانتین به بیمارخانه سرایتی شهر خوجند بستری کناندیم. وقتی که ما انالیزاشون گرفته تحلیل‌ها رو به دوشنبه سپردیم، اون وقتا ما تحلیلگاه نداشتیم اویدمی کووید، بعد تصدیق شده آمده. از زمان اعتراف موجودیت این بیماری همگیر بنا به خبر رسمی سال گذشته 4392 ساکنی ولایت سوخت به بیماری کرونا ویروس گرفتار شده و از این شماره 30 کس فوتید. شمار بیشتری گرفتاران و فوت از کرونا ویروس در شهر خوجند، پنجکند، استرافشان و ناحیه‌های باباجان غفورов و عینی بوده است. مقامات تندرستی سوخت در اعلان رقم‌های وابسته به بیماری همگیر با احتیاط صحبت می‌کنند و بنابراین ادعای به شفافیت آمار شک دارند. در همین حال افزایش التهاب شش را تصدیق کردند ولی شمار فوتیدگان این نوع بیماری را نگفتند. باز ما شما میگم همه سال قریب از 13 سال 2019 اگر قریب 13000 بود، در سال 2020 باشه قریب 19000 التهابشون شش در هم سطحی کاتسو هم هسپتالی به کار گرفته شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان از آغاز امسال پی هم درباره ثبت نشدن سرایت کرونا ویروس خبر می‌دهد ولی در جامعه شبهه‌ها به آمار رسمی همچنان باقی است، چون به قول بعضی از ساکنان و کارشناسان مقامات از اول درباره سرایت بیماری، شماره مبتلایان و تلفات از آن شفاف و آشکار نبودند. اصلا تا همین با داره نمی‌آورد تا همین خطی نمی‌شد. خود همش خواهد من 86 برادر منم خواهد کوچه به نمی برم. به نمونه مثال به اطلاع ریاست تندرستی در شهر استقلال 7 مورد گرفتاری به کووید 19 و یک فوت در سال 2020 رسما ثبت شده است. ولی از حکومت این شهر در نشست خبری گفتند سال گذشته کووید نبود و التهاب شش افزود. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان از آخر ماه اپریل سال 2020 تا آغاز امسال 13308 کس به بیماری همگیر مبتلا شده 90 نفر فوتیدند. آمار غیر رسمی بیماران و تلفات از کرونا ویروس را در تاجیکستان بیشتر از این می‌دانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.